لیکن وقتی قد کوچه دوشنبه میبرای میبینم عصبانی میشوم. بانوان عزیز، در پوشیدن لباس عصبانی نکنید. مدنیت لباس پوشیدن فراموش نکنید. ما تاجیکان ما میدیدیم پدر و مادرامون چگونه لباس پوشیده به خانه همسایه به چهاربینی آن کس میرفت. چگونه سر لباس سر و بدن را تازه آزاده کردن، لباس های تازه میپوشیدن. حالی اکثریت از گرد و گوشه مملکت به پایتخت مملکت بیاد میباشد در پاش لنسی در سطر کدگی پا تا زانو را میباشد یا رقاص کردن ناخنا رنگ کدگی را چی بفهمیم؟ این شریعتی است یا اینکه دنیوی است؟ چی است؟ یک طرف خفه پایتخت مملکت سیمای ملت است. هم خارجی است هم دیگر است. میبردن هم یک لباسی باید خلاصه میبرن که این ملت تاجیک شوید است.